یکی از موضوعات مهم در اندیشه اسلامی مسئله آزادی عقیده است. گاهی تصور می شود که دین با اجبار همراه است، اما با مراجعه مستقیم به قرآن روشن می شود که اصل ایمان در اسلام بر انتخاب آگاهانه و اراده انسان بنا شده است. قرآن کریم به صراحت اعلام می کند لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ اجباری نیست. این آیه نشان می‌دهد که ایمان واقعی تنها زمانی ارزشمند است که از روی اختیار باشد، نه از سر ترس یا فشار. اگر باور با اجبار تحمیل شود، دیگر ایمان قلبی نخواهد بود، بلکه تنها یک ظاهر بیروح است. در جای دیگری از قرآن آمده است: فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کفر ورزد. این بیان به روشنی اختیار انسان را در انتخاب راه خود تأیید می‌کند. اسلام انسان را موجودی عاقل و مسئول می‌داند که توانایی تشخیص و تصمیم گیری دارد. همچنین قرآن روش دعوت به دین را بر پایه گفتگو و استدلال معرفی می‌کند. ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه، یعنی دعوت باید با حکمت، منطق و سخن نیکو باشد، نه با زور و تحمیل.